به نام خدا، قنبری هستم از گروه تحلیلی آلفا آکادمی. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. در این ویدیو قرار است ریکپ تریدینگ پلن اول رو با هم بررسی کنیم. نمادی که میخوایم کار کنیم نماد پوند به USD است در 6 نوامبر 2023. خب میدونی که ما برای این استراتژی گفتیم سقف‌های مهم رو در نظر میگیریم. در اینجا سقف کف لندن داریم، کف آسیا، کف لندن هنوز میدیگیت نشدن، پس اونها رو لحاظ میکنیم. سقف عرض کنم لندن هم داریم که با باز شدن نیویورک زده میشه. پس من در تایم فریم 1 دقیقه‌ای میرم و بر اساس تایم فریم 1 دقیقه اگر ورودی دیدم ورود میکنم. پس من وارد تایم فریم 1 دقیقه‌ای میشم، منتظر میشم تا چنج آف کاراکتر برای من صادر بشه. اگه دقت کنید اینجا پولبک معتبری دارم که اگر شکسته بشه من اون رو به عنوان چنج آف کاراکتر در نظر میگیرم. ادامه میدیم بازار. ببینید اینجا بازار به سمت بالا حرکت میکنه. دوباره اینجا اگر شکسته بشه به عنوان چنج آف کاراکتر در نظر میگیریم. اگر دقت کنید اینجا هم باز دوباره شکسته شده. میبینید اینجا هم شکسته شده. پس من چنج آف کاراکتر رو این به سمت بالا میبرم. اگر چنج آف کاراکتر اینجا رخ داد من ورود میکنم. خب اینجا چنج آف کاراکتر صادر شد. الان که چنج آف کاراکتر صادر شد به چند حالت من میتونم ورود کنم. اینجا من یک پولبک معتبر دارم، میتونم روی این اوردر بلاک ورود کنم. این یک. حالت دوم اینه که من بیام چیکار کنم؟ از حالت فیبوناچی استفاده کنم. بذارید من پولبکشو بزنه. خب بازار الان پولبک زد. من میتونم از چه استفاده کنم؟ از اعداد فیبوناچی استفاده کنم. ببینید که اون ناحیه 50%، 70 و 79% من بالای اوردر بلاک خودم قرار داره. پس من چیکار میکنم؟ اینو در نظر دیگه نمیگیرم چون یک اوردر بلاک معتبر در اون جا قرار داره برای من. این اوردر بلاک برای من معتبر است. من اینو انتخاب میکنم، اسلمو اینجا میذارم و تی پی خودم هم تی پی حالت 3 رو میتونیم بگیریم، 4 هم میتونیم بگیریم، اینجا هم میتونیم در نظر بگیریم. خب اینجا من منتظر میشم که ورود بده و یه اوردر بلاک هم در این ناحیه دارم. یه اوردر بلاک اکستریم ما هست. من روی این اوردر بلاک هم یک ورود دیگه خواهم داشت و دوباره تی پی هم همینجا. خب بازار رو پلی کنیم ببینیم به چه صورت انجام میشه. خب وارد اوردر بلاک من شد و از همون اوردر به سمت پایین حرکت کرد. الان من چه تی پی گرفتم؟ تی پی 3 و 80 تقریبا 5. بریم ادامه داستان رو با هم ببینیم. دیگه این ورود میده به ما. پس من اینجا دیگه کار بهش ندارم. اینها مصرف شد، دیگه فایده ای واسه من نداره. ادامه میدیم داستان رو. منتظر میشیم کف لندن دوباره اگر کف لندن شکسته شد دوباره ورود میکنیم. بازار رو پلی کنیم. الان میبینید که کف لندن شکسته شد. من تایم فریم 1 دقیقه‌ای میرم دنبال چنج آف کاراکتر میمونم. چنج آف کاراکتری که اگه برای من رخ بده کجاست؟ اینجا پولبک معتبر دارم که اگر اینو بشکنه به من چنج آف کاراکتر داده. ادامه میدیم. خب اینجا شکسته شد. پس الان اوردر بلاکی که دارم کجاست؟ اوردر بلاکی که دارم این ناحیه هست که بعد از اون افیژی رو دارم. خب حالا اگر من منتظر پولبک بشینم، اینجا پولبک زد. پس وقتی که پولبک زد از اعداد فیبوناچی میتونم استفاده کنم. ببینید که این بار فیبوناچی من بالاتر از اوردر بلاک هم هست. پس میام چیکار میکنم؟ میام اون فیبوناچی رو ترکیب میکنم با اون اوردر بلاکی که داشتم. پس من اینجا ورود میکنم، اسل خودم زیر اوردر بلاک میذارم و تا همینجا، تا این سقف هم اگر بگیریم ما اینجا تی پی 2 هست، این سقف هم اگر بگیریم تی پی 3 ما رو داده. خب اینو من پاکش میکنم دیگه. خب ببینیم بازار به چه صورت عمل میکنه. خب وارد همون ناحیه شد دقیقاً و به سمت بالا حرکت کرد. ببینید به اوردر بلاک من نرسید بلکه به همون اعداد فیبوناچی که من مشخص کرده بودم رسید و به سمت بالا حرکت کرد و تقریبا تی پی 3 رو به ما داد. اینم یه تی پی 3 دیگر داد. پس من اینجا اینم کلا میبندم دیگه. اینم که کاری بهش نداریم چون مصرف شد. اینم که کاری بهش نداریم مصرف شده و ادامه داستان که بازار نیویورک ما هم تمام میشه. دیگه برای ما ورودی اینجاها نداریم. چرا؟ چون گفتیم ما داخل لندن و نیویورک فقط میخوایم ورود کنیم، یعنی اون کیلزون لندن و کیلزون نیویورک. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. یا علی مدد.